توبه فقط این نیست که با زبونمون بگیم. توبه یعنی ابراز پشیمانی از گناهان که جاش در قلبه. محمد غزالی رحمه الله میگه که کسی که توبهش رو به تأخیر میندازه مثل کسیه که قصد داره درختی رو از ریشه بکنه، ولی وقتی میبینه محکمه با خودش میگه که میرم سال دیگه برمیگردم، ولی اینو نمیدونه که هر سالی که بگذره ریشه درخت قوی‌تر میشه. الله متعال در حدیث قدسی خطاب به همه بنده‌هاش میفرماید هر کس این یقین و باور رو داشته باشه، گوش بده، هر کس این یقین و باور رو داشته باشه که من قدرت بخشیدن گناهاش رو دارم، گناهاش رو میبخشم، ولی فقط برام شریکی قرار نداده باشه. همین الان اینو با قلبت بگو. سلام علیکم. الله جل جلاله